آخه آتیش گرمای وجودم را بگیر، با خودت ببر در آسمان‌های از تو. اینا چیه؟ چقدر غذای خوشمزه اینجا ریخته. ببینم کدام بخوری. گوشت مرغ بریونی و ور بدنی. حاجی چرا قبام به چخ رفت؟ اینجا چرا تاریکه؟ اینجا چرا آتیش گرفته اینجا؟ فکر کنم نکنه من تو کمپ مواد مخدر فکر نکنم. یعنی اینجا کجاه؟ یا خدا همه جا آتیش گرفته. آتش بچه نور بالاخره. خیلی نور میریم. خیلی نور بالا. آه چه آهنگی میاد. یعنی اینجا چه خبر؟ از آن اینجا جشن گرفتین؟ چه خبر؟ اینجا دعا میکنید با هم دیگه. شما معتادی؟ فکر کنیم بارنگوه. بیا چند روز پاکی همون. ببخشید میکروفون خوردم ازت میخوام. داشتیم میگفتی چند روز پاک داداش؟ دست در نکنه شما پاکی. آره از اون برا برو گم شو. اینجاست. ولی بچه اونو بفکن بیچسبونیم به دیوار، بتونیم از دیواره بریم بالا. برو بی شرف بذار. بودو داره میاد. بزنم داره میاد. اوی برو اون بر. برو بالا. برو آی پرنم بالا. یا خدا قدم برسه. یا جون ما بودن. بال فصل بابا یا خدا این چون اومد اونجا نشست. فکر کنم گیر کرد اینجا. کونم سوخت دادی. کونم سوخت پرچنم بابا. نجات پیدا کردیم. اینا چیه ناجی؟ کلاشون بیرونه. همون یا شما هم تو ترک بدین همگی با هم. این بلنگو اینا واجی یه چیزایی هستن به اسم سایرن هد. فکر کنم ایناست. آهنگ شونه خودش هم که خودشه دیگه. حسه میکنید یه خورد اومدن جلو. حتی شما هم چه حسی دارید؟ اینا تو آب بودن فکر کنم یه خورد اومدن جلو. نه این است که باید نگوشون کنیم من جلو. فکر کنم بذار اینجا یه دونه ساختمون بذارم. ساختمون رو فرار میکنیم مثل سگ میریم بالا. هر کی میخواد بیاد میخواد نیاد. اینو میذاریم اینجا یا اول فصل. خب عجب ساختمون گنده ای. ببینیم توش ببینیم چه خبره. اینجا یک عدد مانیتور داریم که داره کد نویسی میکنه. اینجا هر کی رو میاد میشینه. اینجا کسی که تولید محتوا میکنه میشینه. اینجا هم کسی که فقط چوایی میخوره بی شرف عوضی. اینجا اون کسی که میاد تو اینجا یارو میاد پیش این اول، بعدش میاد اینجا پیش این میگه وقت نداریم برو پیش اون، بعد اون کار رو انجام بده. خب تا اینجا که اوکیه. از اول بریم یه دقیقه پیش اینا. اونا که نیومدن نه خدا رو شکر. همونجا استیدا بیشورا نیدا. خب جلوی اینا رو باید یه کاری کنیم. معتادای عزیز از پای اینجا منقل پاشه. بهترین راه اینه که بستای کمک‌های حمایت‌های خیر اما اینا بستای توش روغن، موز، سیب، تخم مرغ، پسته، هسته، تخم پسته رو گفتیم، خرما، انواع تنقلات، آجیل ها. جون مادرت بشین. نه بشین به خدا نیاز به چیز ندارم. تو رو قرآن بشین پا نشید. شما دید پا میشید بشینید. تو رو خدا به خدا نیاز تعارف نمی‌کنم. بشینید. گوش نباشه خودم میخورم. تو رو قرآن بشینید آقا. خب اونجا که اینا دارن پا میشن دیوار میپریم میریم بالا. از خونه شما خداحافظی میکنیم دوستان عزیز. شما راحت باشید. بشید. نمیشید نه؟ سایه کمک خیر نبود اونا. اینا مواد منفجره بود. این شرفو نه جلو. آره خدا پاشمون. دیگری پاشمون. هم قربونت بره. خب نکن اینا اگه بخوام بیان اینجا میان. بزنم اینجا میان. بیاید بریه. کجا رفت؟ امو بیا. خب اشتباه اومدیم. بیا بازم بیا. خب نکن گولی این درو می تو. خب بفرمایید در قرآن بیا تو طرف کنید. سلام خوش اومدی. اومد بالا. نه جونم نه آروم جونم نه. برو بفرمایید بالا. آقا تمام بالا بفرمایید. خانم‌ها پایین آقایون بالا. نه بالا جون ناموست.
اینجا بازه. اینو تیرشون بزنم. خب این از شما. آقا نیاید بالا سقف بیشورات خودتون مگه خونو عجب آدمایی. خب حالا کارم با شما گوگلی هاست. فکر کنم باید با کامera بگیرم روشون. خب زوم کنم یه عکس بندازیم بعد بیان. درستش میگه. چه نکاری تو رو قرار کامپیوتر رو هنگ میکنه. یا خدا ای بچه اگه میخواید کامپیوتر رو هنگ کنه این بازی رو بتونید نیازی بود بیفتم. برو بالا. پدر کامپیوتر در اومد. پدر کامپیوتر اومد جلو چشاش. گیر کردم. برو. دارم میپرن. یا خدا گیر افتادیم بچه های عزیز توی خونه. اینجا یه پرش. خدا یه پرش دیگه. بنده دارن پرتاب شدیم. یا علی برو اینجا کجاست؟ فرار کن یا ابوالفضل بگو بدبخت شدیم. واسه بپو کن دوباره یا علی. اینا رو نگاه اینجا نشسته نمیگه بچه ها. اینجا یه 30-40 تا از اونا بودن. کجا رفتن یا علی؟ شنا کن. اگه اونا بیان جلو عمرش رو اینا بیان. اینا الان میره باید بری تو خونش بشینه. آهنگشون داره پلی میشه. احتمالا پشت این تپه باشن. ما اونوری نمیریم. ما کج میکنیم میریم. ما اصلا کاری به شما نداریم. اینجا یه دیریک میشه. خب یه دونه ساختمونه دیگه بذارم تا نفهمیدن من اینجا. جایش باید بذاریم که خیلی قوی بشه. مثلا این آهنیه بتونه کار رو در بیاره. همه این کانتینرهای بندر عباس بود کجا بود ترکید. بدبختای بیچاره خدا رحمتشون کنه. ما هم همون میبیدیم تن سالم. خب این چی میشه کام کردیم؟ شما ازای دل اونجایی که فکرم جونتون هیچ تکونی نخورده مثل سگ هنوز جونتون پره. بزنم با چی میتونم بهتره کنیم؟ بچه منظرت با چی میشه تره کن؟ با گربه نکنه. این ولی خوبه. این میدونی چی میشه؟ نکنه پرتاب میکنم میره بعد تو آسمون میترکیو. خب نکن بترک. دیدید اینجوری میترک. میتونیم اینجا رو پر پرنده کنیم خودمون مثل سگ در بریم. نظرتون چیه؟ نظر منم مثبته. پرنده اینجا. آماده اید؟ آماده اید بچه ها؟ بله ناخدا نمیشتم صداتون رو. بله ناخدا میاد پیشتون با خوشحالی با بسفنجی. برو بالا. ماشاءالله به سر. اینا میخوان احتمالا اینجا بیا. ما اینجا رو به نظرم با اینا پر میکنیم نتونن بیا. داره میشکنن میان جلو. خب نگه خرن نمیدونم اونجا راه داره میتونم برن اینجا بیان تو. بیا امو در وردی کجاست؟ بچه دارم میام. اونا هدشاتش میتونم کنم. اونا چونه مادر در نبل. یا این داره میاد گو خورده. اینجا که بالا نمیای. داره میاد. گیر کرد هدشات. الان جونه تو هدشات نمیشه. اما معنی خب مردن کبوتی میشیم. برو دیگه. یه شیشه اینجا یه دنیله میگیریم بریم بالا. بله بانده هلیکوپتر فرود میره. پنجه کار کمی چی عالی درست فوق‌العاده بوده. این کار خری که میبینی هنوز دارن زجه میزنن اینجا بیان تو. بیا انداختم جلو پاش. اینا بندازم اون بری. دام بندازم بالا. دام بندازم خب هیچ. همونجایی که این آدمای دوزکش اینجا بودن. سوزه بکش. نمیکشه اینگاه. داره میکشه. گیتارم میارم. خب بچه ها بریم با چی میان دنبالمون. آتیش پرت کنیم کلشون. نیومده.
سنگ پرت کنیم کلشون خدا. یه دونه سنگ بزرگ تا یه آتیش خیلی گنده، آتیش فورانی منملانی کهربایی. یا نمیاد. آها این آهنگ کمشیم میدونم برم. 1 2 3 بله آهنگ کنیم بفر کنیم. خب این آهنگ خیلی اینا جوگیر میکنن مثل سگ میان سمته. همونجور که میبینید اصلا پیدا نگیدارم مثل سگ میاد سمته. ببخشید. برو هنوز زنده باورم نمیشه. بیای یا خدا دارن درو میکنم. بچه میرسی اگه راه اینجا خالی شه دیگه ما نمیتونیم بریم اونجا. همینجا تلاش هم میکنم من پایین نمیافتم هنو بالا. یا خدا یا علی چه میکنه این قهرمان. کشیدی میپره. بچه اگه بتونیم بپریم اونجا زنده میمونی. پریدم باش بوم بارم نمیشه. خب نکن. کمرم ترکید. چه اینا پاک نمیشن. پاک شد دیگه. شتک همون بتک کردم. سلام بگید که با هم دوستیم مگه نه؟ اینجا شینی. من با شما دوستم. با اینا کجا رفت؟ سلام بفهم بشین تو رو تصرف نکن. خب هزار تا باشون دوستیم. یه دونه سنگ سنگی نداری؟ اینو بذارم برم طبقه بالا شب بالا بهشون تیر بزنم. فکر خوب. نه من با شما نبودم. راحت باشید دوستان عزیز. من با خودم بودم. من دیوونه‌ام میدونید حرف میزنم. خب سلام عمو. واسی نه نارنجه که اینجا پرت کنم. فکر نکنن کار من بوده. دستان هیچی. من نظرتون دارم این دنبال من فکر مثلا شاید فکرن کار اونه. شاید اونه. دلم خوش بود که این دوتا راه نیفتادن که اینم راه افتادن. ایول چه زیبا بود فریاد من و تو. بیا اومد. ریدم کجا اومد؟ عمو فهمیدید منم؟ آره منم پدرتون در میرم. بیا خدا. سلام عمو. خدا. آره بادا اره بزن ناله کن. زوزه بکش. بیا جلو. ببین شما بخواید بیاید اونجا میاد جلو. میافتید پایین. اینجا رکانه بعدی میاد. این دیگه نیفتد پایین. بداخت دادی برو. بیا جلو مادر نزایی در که پدر داده شده. میری بالا که نمیای. پدرش اینجا امنی ما راحتیم. مامو قرار نبود بی بالا. همون جایسته. بیا با من بریم پایین. داشت بیاییتون میشینی اینجا اونجا نی. باشو معتاد مرد دیگه. قمارنو دیری فکشه. دوباره نشست. خب اونی که میشینه ما چه میکنیم؟ اینجا رو تیرباران میکنیم تا بالا. اگه هر کی اومد همینجا بهتره که اینجوری ردیفی بیاد بالا. فکر کنم یکی رفت روش. خب اونجی گفتم باید بریم بالا سقف و با استفاده اون تفنگ گوگلیمون تیر بگیریمشون اینجوری برک بزنیمشون. خب این بالا یه دونه نارنجک. رفت تفنگ. با این تفنگی میاد؟ نه با این چی؟ فکر کنم با ترامپ بیان. بذار آره آمریکا رو دوباره میسازیم. اینجوری ریده ای. بیای ماشاءالله دارم میان مثل سگم دارن میپرن. برو بریم بچه ببینید بکشن زیرمون. میریم آسمون بعدی. اون برون چقدر قشنگ زد دهن سرویس. برو نیای چون مادرتون دلم کنید. خب اینجا خون بپرم طبقه پایین. چوی زد در باسنم. شرف. آژیر چرا میزنه؟ من مردم اون آژیر میزنه بیشور.